کافرقلعه، قلعه تاریخی با بیش از 2500 سال قدامت در پروان. بر فراز یکی از بلندترین کوههای غوربند در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان، قلعه تاریخی به نام کافرقلعه قرار دارد. قلعه‌ای که با وجود گذشت بیش از 2500 سال هنوز هم بخشی از دیوارها و برج‌های پا برجا مانده و از دور دیده می شود. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان این آثار تاریخی را که در منطقه فرنجل ولسوالی سیاگرد موقعیت دارد به تازگی شناسایی و در فهرست رسمی آبیده‌های تاریخی ثبت کرده است. به گفته مسئولان، قدامت این قلعه به حدود 300 سال پیش از میلاد می رسد و از آثار بجامانده دوره بودایی به شمار می رود. کافرقلعه فرنجل در یک منطقه بسیار مرتفع بالای یک مرتفع واقع بوده که دارای چندین برج امنیتی می باشه و یک در ورودی است. یک منطقه بسیار مهم استراتژیکی است که بالای شهرهای کابل بامیان تسلط داره. نظر به این دلایل و قرائن که به زمان بودیزم بودایا برمیگرده و زمان 300 سال قبل از میلاد یک قلعه نظر به قرائن و دلایل ساخته شده که از اهمیت تاریخی بسیار زیاد و طولانی سابقه دار برخوردار می باشه. باشندگان منطقه فرنجل بر بنیاد روایت‌های محلی میگویند که کافرقلعه در دوره‌های مختلف تاریخ به ویژه هنگام جنگ‌ها به عنوان محل دفاع و پناهگاه استفاده می شده و در جنگ‌های افغان و انگلیس نیز از آن بهره گرفته شده است. بزرگان شنیدیم که یک قلعه کافری میگفتی جره. قلعه کافری میگفت در اون زمانی که البته زمان انگلیس ها بوده دیگه. شاید انگلیس ها بودو باش کرده باشه که حتی که از برج بودا او در خود میبردن. هر قسمی که میکنه تو کام دیوالات توسط او دیوال شده و دیگه شده برجی که جور شده. دیگه ای از 300 سال پیش بوده می بزرگان میگفت که این یک برج بودا است، ارتباط به نموز چی داره دیگه از اینجا آبی نوشیدنی خورم و از این منطقه بودا میگم و از این برج میبردن دیگه توسط سیم میبردن هر چیزی که میبردن و خودشان وسایل البته جور کردن. داره میبینیم برج میبینیم امکان داره 100% که یک نقطه حاکم هم است اینجا که هم به حساب جنگی هم به حسابی که خودی از جا اک بود باش کرده باشه. مردمای ما قصه میکنن که در اونجا مانده دیوارایش و اسنادش در اونجا از چند تا برج دارای چند تا برج میباشه و یک تا برج دیگه هم در این پایین لب دریا داره. سفیدای ما مردم یا به تاریخ میگفتن که اینجا مردم ها زندگی میکرده و از همین چیزی نشانش معلوم میشه که اینجا مردم زندگی کرده. دیوارایش هسته، چندین تا برج در اطرافش هسته که معلوم میشه اونجا 3 تا برج است. یک برج هم در پایین که البته از این جواب میبردن به چه قسم در پایین هم داره در قریه فرنجل. با وجود گذشت سالهای طولانی و آسیب‌های ناشی از باد، باران و فرسایش، این قلعه هنوز پابرجاست و بخشی از تاریخ و هویت فرهنگی این منطقه را زنده نگه داشته است. باشندگان محل میگویند روایت‌های زیادی درباره این قلعه از نیاکانشان شنیدن و از حکومت امارات اسلامی میخواهند که برای حفظ، بازسازی و حفاظت از این آثار تاریخی اقدام کند. توقع من از است که باید حفاظت بکنه یا آثار تاریخی در شما خیلی یک چیز خوب است که در آینده در هر جایی که باشه آثار تاریخی در شما یک چیزی بسیار ارزشمند، بسیار یک چیز خوب است. ولایت پروان در کنار کافرقلعه آثار و ساحات تاریخی دیگری نیز دارد که شماری از آنها در سالهای اخیر شناسایی شدند و روند ثبت آنها در فهرست آبیده‌های تاریخی ادامه دارد. اقدامی که می تواند در حفظ میراث فرهنگی و معرفی تاریخ کهن افغانستان نقش مهم داشته باشد.